سلام دوستان عزیز، امروز میخوایم براتون یک ربات براتون معرفی کنیم که شما میتونید روزانه از طریق از این درآمد دلاری داشته باشین. دوستان عزیز، اولتر از همه وارد تلگرام میشین. شما اینی ربات سرچ میکنین ایران ایردراپ. بعد از اینکه سرچ کردین دوستان عزیز استارت زدین، به شما اول پیشنهاد میکنه که بین 4 تا کانال شما عضو بشین. خب شما بعد از اینکه عضو شدین بعد کانتینیو رو میزنین دوستان عزیز. بعد از او براتون یعنی گزینه میاد. خب شما بعد میرین صفحه توییتر، از این صفحه توییتر یا اکس همی ربات دنبال میکنین. بعد از او یک گزینه دوم میزنین دیگه. یک پست داره در توییتر، زیر از او پست 3 تا دوستایتون رو منشن میکنین. بعد از او شما نام کاربری همی توییتر تون اینجا پست میکنین دوباره. بعد از او از شما میخواد که آدرس والتتان اینجا بزنید دوست عزیز. آدرس والتتان از چه رقمی؟ شما باید برنامه ترانسفالت داشته باشین دوست عزیز که از طریق از این میتونین برداشت کنین. وارد ترانسفالت میشین دوست عزیز. بعد از وارد ترانسفالت کشیدین دوست عزیز، در سرچ میزنین ایران. این از ما در گزینه اول آمده، ایران زدین، سرش کلیک میکنین. اینجا میزنین، دوباره کپی رو میزنین. کپی رو که زدین بعد دوباره پیست میکنین همین لینکش. خب بعد از اینکه پیست کردین دیگه ثبت نامتون تمام میشه. بعد از دیگه شما میتونین پول جمع کنین. شما با دعوت کردن دوستایتون میتونین 6 ایران دریافت کنین دیگه. دوستای باید 40 ایران جمع کنین که تا بتونین برداشت کنین و 10 ایران تان هم معادل $20 میشه دیگه. روزانه از 60 ایران هم بیشتر برداشت نکنین دیگه. ایام ثبوت برداشت اومد که چند بار برداشت کردیم، ببینین دوستان دیگه. این چند تا گزینه رو که بیلانسش هست که به شما میگه که مثلا چقدر ایران یا دلار دارین. ریفرال که از طریق از اون میتونین شما کد دعوتتان است که دیگه به هر کسی روان کنین از طریق کدتان که وارد از این ربات شد 6 ایران به شما می دیگه. گزینه دیگه شما گزینه برداشت است که رو میزنی برداشت میشه دیگه. برداشتم تا 24 ساعت طول میکشه که بر حساب ترانسفرتتان اضافه شود دیگه. یا حساب ترانسفرت ما که وارد شده یا بیلانس هم هست که فعلا در حسابم دارم دیگه. کدام سوالی داشتین میتونین کامنت کنین، بعد زودترین فرصت براتون پاسخ داده.